محدودیت وجود داره، مثل که امروز در قسمت تجلیل از نوروز هم محدودیت وجود داشت، اما مردم به محدودیت توجه نکردن، به شکل گسترده از نوروز تجلیل کردن، با وجودی که در تقویم اینا رخصتی هم روز اول سال نو هر سال رخصتی بود، روز دومش هم مردم تقریبا رخصتی میکردن. ولی امروز مردم با وجودی که رخصتی هم ندادن به شکل گسترده از روز اول سال نو تجلیل کردن. شما دیدین که جنده را در کارت سخی بالا کردن، مردم بسیار به یک شور و شوق با وجود محدودیت ها و تهدیدها از این روز تجلیل کردن. سوال من مشخص دو گزینه داشت، یکی در قسمتی که به می ترتیبی که نوروز اینا تجلیل کردن، اینا میتونن بسیار به شکلی وسیع ایستادگی بکنن در مقابل از این، بس جاده ها براین صداهای خود بکشن، کمپاین ها را از طریق پلتفرم های مجازی اینا رو اندازی بکنن که اینا هیچ کدامش بی تاثیر نیست. امروز دنیا متوجه میشه که مردم چی میخواد سر صدا میکنه. وقتی که مردم خاموش بشینه معنایش است که مردم به این پذیرفتن، این ظلم پذیرفتن. بسیار از ما با درک وضعیت شرایط باید صحبت کنیم. وقتی که میده ها گرسنه باشن صدا نمیبره. مردم افغانستان فعلا در حالت سراسیمگی در فقر قرار دارند، در بی‌شرعی قرار دارند، نان خوردن برای خوردن ندارند. و چطور میتونن به جاده ها برای صدا بلند بکنن؟ فعلا افغانستان در زیر خط صفر اقتصادی قرار داره. سلطانی صاحب، اگر ما و شما بیایم ایرا به این ختم بسازیم که وضعیت اقتصادی، مشکلات اقتصادی است، مردم به این خاطر صدا بلند نمیکنه، به نظر من تنظیم بکنیم، نیست. بیرون رفت چالش برش پیدا کنیم. مردم باید ملامت نشه. مردم فعلا در گرو هستن. یک کسی در گرو باشه باز نمیتونه چی کنه. ببینین وقتی که ما میگیم بختیار عزیز، ببینین چی میگم براتون. ببینین کار نیست، درباره آموزش پرورش بسته است، کورس‌ها و تعلیمی اینا کس درس نمیخوانه که برن درس بخوانن. دیگه زنا کار نمیکنه، معلم کسایی بودن برشون ماش نمیرسه. حالا داد استقرار فرار، امر یاد فرار است. کیس چطور شد، در کجا برم، چه قسم پروسس کنم، چه قسم باید برایم. در یک وضعیت هر کس در فکر خود باشه، کی در فکر وطن می باشه. یک زمان بود که ما شما برآمدیم به جاده ها. بعضی روش تمرکز کردن. سلطانی صاحب دو گزینه داره. یک امی جامعه جهانی هم با وجودی که تقریبا بیشتر از 90% مردم به شدت خواستاری از هستند که باید هرچه عاجل دخترها دوباره به مکتب بروند، در مکتب برویشان باز شود، از حقوق تعلیم و تحصیل برخوردار شوند. دلیلی که جامعه جهانی به این پست کم توجه میکنه، به یک اعلامیه و به یک محکوم کردن به این موضوع اتکا میکنه، این چی است؟ چرا اینا مسئول رساندن به گوش جهانیان یا به گوش جامعه ملل، جامعه ملل ما خود تو چند کسانی که در بخش‌های فاکتور رسانه‌ای و مدنی داریم مسئول هستیم، رسالت داریم در این بخش. اما مردم عام در این بخش رسالت ندارن. مردم عام ماندن از اون توقع نمیره که اونها به جاده ها براین. یک بار دخترها دیدن که به جاده ها برآمدن، رفتن به یک وضعیت خراب با اونها شد، حتی تجاوز صورت گرفت بالای از اونها و اونها دیگه جرأت فامیلا دیگه اجازه نمیده که اونها باید براین. و بازم من اشاره میکنم در افغانستان به یک کشتی شکسته مانده. کسایی که بیرون برآمدن اونها برآمدن، کسایی که اصلا شکسته که کم دیگه لر بکنه غرق میشه میره. ولی اینجا ما هستیم که باید مسئولیت احساس بکنیم در قبال مردم افغانستان، در قبال افغانستان صدا بلند بکنیم، این کلکتیو کلان بسازیم، جمع کلان بسازیم، به گوش جامعه بین‌الملل برسانیم، به گوش ارگان‌ها بریم که به لحاظ خدا به افغانستان توجه بکنیم که در غیر از افغانستان بادار دستش غرق میشه، که غرق شدن است. هر جوان تحصیل کرده و کادر ببینیم میگه والا مبرایم فرار میکنم. ما انجینر را میشناسم که در ایران مزدورکاری میکنه، سمنت بالا میکنه در 12 منزل. اینجا خودش انجینر تحصیل کرده است، باید در افغانستان باشه، زیربنای افغانستان چی کنه. کشوری که اقتصاد نداشته باشه او دیگه فلج است. نه در او دیگه سیاست کار است، نه در او دیگه مطبوعات کار است، نه دیگه در جامعه مدنی کار است، نه دیگه در او تحصیل کار است. اقتصاد زیربنای کشور است. فعلا اقتصاد افغانستان فلج شده، نابینا است، از پا افتاده. ما باید به جهانیان، به جامعه بین‌الملل برسانیم که این آدم، این کشوری که فلج شده از بیرون بکنه. در غیر از این فاجعه آور است. این ما رو سوال من اساسا همین است. وقتی ببینین اینجا کورس‌های آموزشی بند، تحصیل بند، ورزشگاه‌های دخترانه بند و تمام همه چیزی که در عموم که یک درآمد از اون مردم میکنه تمامش مسدود است. پس مردم چی بکنن؟
کجا بره؟ در این دو حالت از مردم توقع نمیره و من توقعیم از رسانه‌ها، از مردم که در بخش فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی دارن، توقعیم از اوناست که در این جمع بیان شرکت بکنن. ما بتونیم که اعلامیه‌ها داشته باشیم، بتونیم که مثلا در جای کسی زیاد دارم، شما در جای کسی زیاد دارین، ما ببریم به اون بخش‌ها تسلیم بکنیم که اینا به داد افغانستان برسن، احساس مسئولیت کنن. در غیر از او دیگه این قسم روان است، ببینیم که چه وقت یک کشتی شکسته غرق میشه. کمپاین آنلاین رو اندازی میکنیم، میبینی که علاقه و سهمگیری جوانا بخصوص کسایی که امکانات دارن، پیشتر سلطانی صاحب گفتن که مردم عام ملامت نیست. ما هم مردم عام کسایی که امکانات ندارن اونا رو ملامت نکردیم. 100% مردم اوتر نیست که امکانات ندارن، امکانات دست داشتهشان هست. اینا به انواع مختلف میتونن صدایشان برسانن به گوش جهانی‌ها. اعتراضات تنها این نیست که آدم باید یک امکانات بسیار کلان داشته باشه و از راه‌های مختلف اینا حتی میتونن در روز معرف و کارشان که میرن با یک نوع حرکتشان اینا نشان بدن که اینا خواستار تعلیم و تربیت هستند. فقط یک کوتاه بود خودش ما میگم کوتاه اشاره میکنم. زمانی که یک نفر با میل تفنگ گپ بزنه که کل امکانات از پیش بر تو باشه نمیتونی صحبت بکنی. ببینید کسی با میل تفنگ تو را تهدید بکنه، زمانی که جمهوریت میتونه فرصتونه باز بکنه، حتی برای جمهور توهین میشد. ما چیز نمیگفتم، آزادی بیان است. حال هیچ کسی نمیتونه صدای بلند بکنه، با میل تفنگ دانت میزنن. چه قسم صدای بلند میکنی؟ چه قسم مردم میگی؟ همین هیچ کس نمیتونه باور کنید که وضعیت افغانستان که بررسی شده وضعیت خیلی خراب است. درک کنید یک چیز دیگه سلطانی صاحب، همین یک تعداد کسای دیگه ای که افزار میشن، درست؟ پیشتر شما بسیار خوب فرمودین، گفتین که آزادی وجود نداره. ما امروز افراد و اشخاصی را میشناسم که اینا با استفاده از یونیفرم خبرنگار، از لباس خبرنگار، از جایگاه خبرنگار، اینا بینمی سرکوب، بینمی ناروایی اینا مشروعیت میبخشن. شما یک آدمی را میشناسین خودشان با گروه حاکم نشان میتن وضعیت نرمال است. اینا روز خبرنگار با مسئولین گروه حاکم در حال تجلیل کردن که بیشتر از 10-15 خبرنگار به جرم بی‌طرفی، به جرم گفتن حقایق، به جرم از اینکه بلندگو نشدن، اینا بازداشتگاه و زیر شکنجه استخبارات و نیروهای طالبان قرار داره. چرا اینمی و هدف می است در کل فضا باید بشکنه؟ اینمی که وقت آزادی بیان نداره، چرا ما باید از یونیفرم خبرنگار استفاده بکنیم، بریم در جلسات از اونا بشینیم؟ شاید دوستان بگه که شما از کم سرتان صحبت میکنین، اینو باید بپذیریم. دقیقاً ما از اون صحبت میکنیم چون ما دور هستیم، بعضی درک نمیکنیم. از کدام مطبوعات شما صحبت میکنین؟ از کدام خبرنگار صحبت میکنین؟ از کدام کشور صحبت میکنین؟ ما میگیم کشور در حال غرق شدن است، شکست غرق میشه کشور. این چند وقت دیگه غرق است، خلاص از در بدر از این کشور. دیگه کشور دیگه نه مطبوعات داره، نه رسانه داره، نه آزادی بیان، هیچ چیز نداره. این غرق شدن است. این از غرق شدن ما بیرون کنیم. شما میگید که اونجا مردم چی میکنن؟ روز مطبوعات میگیره. نه گپا از بین رفته و گپا دیگه وجود نداره. شما رد میکنین، یعنی این برنامه گرفته نمیشه؟ او برنامه درست است گرفته میشه، اما او برنامه درست گرفته میشه باشون هر چی میکنه، اما او چیزی که مردم میخوان چیز نیست، یک چیز خیالی است که میره اگه مطبوعات است، مطبوعات مانند نیست، اگه جامعه مدنی است، اگر چیز ما نیست. حرف میاد دیگه سلطانی صاحب، ما شما باید از اجازه بدین ما گپ دارم. ما بیشتر از 8 سال در حوزه جامعه مدنی کار کردیم. شما میشناسین شخصا مرا که از سال 2015 ما فعالیت داشتیم در بغلان. ما در مو وقتم افرادی را میشناختم که اینا چهره های پروژه بگیر بودن، اینا با برنامه های مشروعیت میدارن. اجازه بدین اینا با ما همین موضوع را میخوایم چی بکنمش، رد بتمش. اینا با برنامه‌های نامشروعی مشروعیت میبخشیدن از نام جامعه مدنی خبرنگار که او اصلا به منافع مردم نبود. امروز هم وقتی که ما بریم از اتحادیه ژورنالیستان افغانستان با نهادهای بین‌المللی ارتباط بگیریم، بگیم که اینجا ژورنالیست است، اینجا خبرنگاراست، آزادی است، بعد اونا خب به زبان ما نمیفهمن که ما چی گفته رئیس میال نهادهای بین‌المللی نمیفهمن که ما شما چی گفته رئیس. اونا به نحوی وضعیت دیگه قسم نشان میدن، چیزی که واقعا وجود داره رو نشان نمیدن. شما میبینین یونما گزارش‌هایی را که نشر میکنه چقدر از بر بنیاد حقایق است. ما شما یک مقوله داریم، چی میگه؟ یک مقوله افغانی داره میگه کسی که نان میده فرمان میده. ببینید کسی که نان میده فرمان میده، اوجا نانته کسی هست همون سر از اونا حاکم است. اونا مجبور هستند. ما رفتیم بررسی کردیم، ریسرچ کردیم این مورد که چرا چون وضعیت است. اما اینا داشته باشین کسی که نانته است اونم همه چیز میکنه، به زور باشه، برزا باشه، تحمیل میکنه بالایشان.
ولی من چی میگم؟ من میگم که بیاین اینی جمعی که اینجا هستیم این کلان بسازیم، گسترده بسازیم، صدای مردم اونجا میتونیم برسانیم، صدای مردم بیرون هم میتونیم برسانیم، میدونیم که اونا را متوجه از این بسازیم، یک جرقه بتیم، یک جرقه ایجاد شود که بتونه که از این حالت سکتگی که رخ داده بیرون برایم، بیرون شویم. در غیر از او اگر ما بشینیم نقد بکنیم مردمی که در اونجا است، اونا هر چی که بگویی گفتم بازم براتون میگم که کسی که نان میده فرمان میده اونجا نان دهنده اونها هستن، میده هایی که گوش نباشه صدایشون نمیبره، اگه میدی سیر شد با صدایش میبره. دانی صاحب به عنوان جنبندی میشه که شما بگین امیر رای حل را شما بسیار کوتاه مختصر، اگر ما شما به حاشیه نریم میشه که در چند جمله مختصر بگین که رای حل چی. ما شما اینا به عنوان جوان ما از ساعت 2 بجه از ساعت 1-2 بجه که تلاش کردیم الا بلا ما شما تونستیم چند لایف برگزار کنیم که شاید تاثیرگذاری داره یا نداره، حداقل ما شما وجدانمون راحت ساختیم برای چند ساعتی که بود. این میره چطور ما بتونیم که گسترده بسازیم، صدای ما فراگیر شوه، حداقل را مسئولین دنیا بفهمه که واقعا مردم چی میخوایم. این 900 روزی کمی نیست که دروازه برای دخترها بند است. یک بخشی گپ است، به هزاران مشکل اونجا وجود داره. آزادی به شدت آزادی